ما میتونستیم راحت زندگی کنیم ولی روز به روز قوی خلاقیت از دست میدادیم. به نمی دلیل خواستیم که توسط هنرم درد مردم رو بیان کنیم و آثار خلق کنیم توسط نت بولت یعنی که نت ششرق. همه کارهای ما را از بین بردن، شکستاندن به دلیل ازی که ما بسیار شب روز بالای اینا بسیار کار میکنیم، زحمت میکشیدیم. همه مجسمه‌های ما همه گیش از بین برد کارهای هنری ما را. وای بسیار درد میکنه قلبم. یکی از او آثار، از او جمله آثارم خشونت علیه زنان بود. مجسمه‌ای که با خاطر خشونت علیه زنان ساخته بودیم از 3333 دان نت بولت که اینمو چشمای خواه پنهان پت کرده بودن، امو رویاهایی را میدیدن و میخواستن به خاطر علم دانش و پیشرفت کار ترقی کشور خود خیالات میبید، همه ایشه از بین بردن. درست است توسط آثار نمیشد مشکلاتشان حل شود، ولی توسط رسانه ها همه کارم رسانه‌ای شد، میدیا آمدن همه ایش رسانه‌ای ساختن، دیدن خوش کردن و درباره دیدن بسیار بحث شد. به دلیل ازی که توسط آثار یک نسل به نسل آینده ما میتونیم توسط آثار یک پیام خوبتر را برسانیم که اگر دقیقاً 21 در افغانستان فعلا یک حالت بد است، یک بالای دخترای افغان، ولی به نسل بعدی شما کار نکنید. ولی متاسفانه همه‌اش از بین بردن، نتونستیم که حتی بر 10 سال بعد ما یک پیام خوبتر برسانیم توسط آثار. فعلا در تاجیکستان در شهر وحدت زندگی میکنم و دوباره خواستم امی اثر امی مجسمه را که از بین رفته بوده به خاطر خشونت علیه زنان ایره دوباره از نت ششرق که نماد از یعنی که زمین آسمان شرق غرب جنوب شمال است، به دلیل یعنی که کل کره زمین همه زمین شاهد است که فعلا در این حالت بعد دختر افغان از تحصیل از کار از همه چیز باز مانده. با دلیل ازی از نت ششرق ساختم نوری که از طرف روز از نور آفتاب که از بین ازی تیر می شود یک دیزاین خاص در روی زمین ایجاد میکنن، یعنی که زن زندگی را می سازد، یک زیبایی خاص را در جامعه در بین فامیل ایجاد میکنن. و همچنان از طرف شب که لایتایی که در باگراندش نصب میشه یک نمای خاص را به وجود میاره، یعنی نوری که از قلب دختر خانم از قلب یک دختر باسواد دختر افغانی که بیرون می شود توسط علم دانش میتونه که کشور خواه بسازد. اگر یک نفر بخواه استادگی کنه خیلی زود از بین می رود. اگر هر کس جدا مبارزه کنه زود از بین میشکنه. اگر همگی با هم متحد شود یک جای همه دخترای افغان همه افغان‌ها یک جای متحد شود هیچ کسی از بین بردن نمیتواند. پس بیاییم با همه دخترای افغان یک جای شویم به خاطر علم دانششان مبارزه کنیم. من نمیفهم مشکلات زنان دخترای افغان تا چی زمان دوام میاره، ولی ما توسط آثار هنری خود میخوایم که درد مردم، درد دخترای افغان، درد جامعه خود بیان کنیم، چی در بخش نقاشی باشه چی در بخش مجسمه. چون میگن هنر از بطن جامعه زاده شده. پس ما هر حرف خود، هر مشکل خود، هر پرابلمی که در بین جامعه ما رخ داده توسط آثار هنری خود بیان میکنیم.